در مورد کلماتی که اینها ادعا میکنن که در قرآن کریم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه در آیه 37 سوره بقره میگن که از ابن عباس روایت است که در مورد این کلمات پرسیده شد. میگه که ایشون فرمودن که سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین ان یتوب علیه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حق محمد و علی و فاطمه، آدم علیه السلام به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از الله سبحانه و تعالی خواست که توبه اون رو قبول بکنه. اولا همطوری که برادر عزیزمون فرمودن، این یک واقعا یک حرف احمقانه هست که شیعیان این رو ساختن و این رو بیان میکنن. ببینید، آمدن بعضی از مطالب در کتب به معنی این نیست که این روایت صحیح هست و ما اون رو قبول داریم. مثلا من قبلا هم ذکر کردم خدمت عزیزان، باز هم این رو بیان میکنم که شما وقتی که میخواید با یک شیعه بحث بکنید، با یک بحث بکنید، خیلی دقت بکنید به مصادری که اینها ذکر میکنن. مثلا اگر به یاد داشته باشید، ما کلیپ هایی که از قزوینی به نام سلسله دروغ‌های قزوینی پخش میکردیم، میگفت که بله ذهبی در کتاب لسان المیزانش ذکر کرده است. الان عموم جوانان اهل سنت ذهبی رو میشناسن. ذهبی یکی از امام شمس الدین ذهبی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. حرف ایشون برای اهل سنت حجت است و در کتاب لسان المیزانش هم این مطلب رو ذکر کرده. بعد میگن که ابن الجوزی در کتاب الموضوعاتش این رو ذکر کرده. ابن الجوزی یک از علمای معتبر اهل سنت است، حرفش برای اهل سنت حجت است، در کتاب الموضوعاتش هم ذکر کرده. فکر میکنن که بله واقعا این مطالب وجود داره در کتاب اهل سنت. لسان المیزان کتابی است که شرح حال راویان دروغگو، کذاب، راویانی که حدیث می ساختن رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و برای اینکه بیاد اینها رو معرفی بکنه، نمونه از دروغ‌های اینها رو هم آورده. مثل همین روایت رو که امام ابوالفرج ابن الجوزی در کتاب الموضوعاتش این رو آورده که این یک حدیث موضوع و ساختگی است که وقتی که آدم علیه السلام میخواست توبه بکنه فتلقى آدم من ربه کلمات، این کلمات همین به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین بود. یک راوی که این روایت رو ساخته رو در این کتاب شرح حالش رو بیان میکنه و یکی از دروغ‌هایی رو که آورده در اونجا نشون میده. پس این در کتب اهل سنت وقتی مثل این روایت ها ذکر میشه، در باب بیان دروغ یک راوی و یا شبهه‌ای که روافض یا دشمنان اسلام بیان میکنن ذکر میشه و مورد بررسی قرار میگیره. پس اینها هیچ گونه دلیلی نمیتونه برای اونها بشه که بیان امامت به اصطلاح اینا رو ثابت بکنن. بعدش نکته جالب این است که شیعیان به خاطر اثبات دین و مذهبشون همیشه به دنبال کتاب‌های دروغ، کتاب‌های ساخته، کتاب‌های که موضوعات و روایت‌های ساختگی در اونجا جمع شده است، یا به دنبال افرادی میرن که افراد دروغگو، مکار، حیله‌گر و دشمنان دین و میخوان از اونجا ثابت بکنن. این روایت دروغی است،
ابن الجوزی در موضوعات جلد 1 صفحه 316 ذکر میکنه. دارالقطنی اینم در موضوعات ذکر میکنه. در کتاب تنزیع الشریعه جلد 1 صفحه 413. در خود همین مصدری رو که دوست عزیزمون ذکر کردن که سیوطی است در الدر المنصور ذکر میکنه جلد 1 صفحه 147. و اما حکم به اصطلاح ساخته بودن و دروغ بودن این روایت میده در کتاب اللعائل المصنوعه جلد 1 صفحه 44. همچنین در تنزیع الشریعه جلد 1 صفحه 395 و همچنین در لسان المیزان از امام ذهبی و در المنتقا صفحه 459 این مطلب در اونجا ذکر شده. دوستان عزیز می توانند به این مصادر رجوع بکنن و این مطالب رو در اونجا ببینن. تشکر می کنم از شما عزیزان.